لذا دوستی میگه پشت چراغ قرمز دیدم یه دختر بچه 8-9 ساله با اون چشمای معصومش، یه دسته گل تو دستش بود. دلم سوختم، دستاش سرخ شده از سرما. دست کردم جیبم، یه 10,000 تومانی در آوردم. گفتم دخترم بیا. اومد 10,000 رو بهش دادم. گفتم اون دسته گلتو به من بده، برو خونتون استراحت کن. گفت زر نزن، شاخه 5,000 تومانی. اینا گاهی اوقات فکر می‌کنم میخوان یه کار خیرخواهی انجام بدن. بیا دستا رو دیگه همه با هم. ته جیبمون می‌گردیم، یه کیفمون یه 1,000 پیدا می‌کنیم. تا همین که 1,000 رو میدیم برای صدقه سری به خدا نگاه می‌کنیم. دیدی؟ خودت اون موضوع، حالا اون موضوع چیه؟ 500 میلیون مثلاش. ردیفش کن. اینجوری با خدا معامله میکنه. البته که معامله کردن خدا از نوع معامله کردن ما انسان ها نیست. خداوند ارحم الراحمینه، کم ما رو زیاد حساب میکنه.